یک شخص را استخدام کنید حداقل لیسانس داشته باشه و با زبان‌های انگلیسی و کامپیوتر بلدیت داشته باشه و باید 2 سال تجربه کاری داشته باشه. مدیر صاحب، درباره کارمندی که نیاز داشتیم چی تصمیم گرفتین؟ بچه رئیس صاحب، شخصی را که شما گفته بودین ما اعلامیه نشر کردین، انشالله بخیر قبل امتحان داریم، اشخاص مورد نیازمند و شخصی را که ما بخاطر بخش نیاز داریم انشالله فردا استخدام میشه. سلام علیکم مدیر صاحب، خوب هستین؟ ساعت شما خوب؟ شما خوب هستین برادر؟ شکر بخیر آمدید. چی میخورین؟ چای میخورین؟ کافی براتون؟ بخیر باشین، سلامت. از آدرس دفتر شما اعلامیه پست شده بود به خاطر یک کارمند. بله، ما کارمند نیاز داشتیم، اعلامیه نشر کردین و همون چیزایی را که ما در اعلامیه گفته بودیم ان شاء الله امروز آوردین. بله آوردیم. بسیار تشکر. شما موردین فیتون؟ بله تشکر. درست است، چیزایی که ما نیاز داشتیم شما آوردین، ان شاء الله بخیر ما براتون احوال میدیم. درست است مدیر. سلام علیکم مصطفی جان، خوب هستی برادر؟ صحتمند بخیر؟ خوب هستی برادر؟ صحت خوب است برادر. رو اعلان کارتان ندیدم، چی رقم میکنی؟ حالا غم ما را میخوری یا نه؟ والا برادر اگر جور خودت کوشش کن که جور شوه. ما برات غم و پیسه را میخورم، فهمیدی؟ چند پا برات میتم میگم مرا جور کن. سایسته جور کن، غمت میخورم، زیر پیسه غرقت میکنم. خداحافظ. چطور هستی برادر؟ خوب هستی؟ چال داری مصطفی جان، خوب هستی؟ چطور شد کار بار ما گمش کن؟ والا ما خو گفته بودم که کارت میشه، یعنی سوی برای جور کردم که هیچ کس نمیفهمه. فقط رئیس صاحب که آمد تو چو بیشی کل گپ ما جور کردیم، کل کار خلاص است، تو استخدام هستی. ما رئیس صاحب کل گپ ما برش میفهم، یعنی اینیام اسنادایت است دیگه. کل گپ خلاص شد، اینا الان میمونم مسئله که گفته بودیم مسئله پیسه. زیر پیسه غرقت میکنم برادر. دیگه خلاص است، کار است. پیسه را برات فقط رئیس صاحب بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحتمند؟ چهار داره. شما بخیر؟ بفرمایید. مدیر صاحب از خاطر ما اسناد خود آمده بودیم، ارزیابی شده یا نه؟ نتیجهش برام میگفتین؟ والا ما کارمند را که نیاز داشتیم گرفتیم، در مو بخشی که ما کار داشتیم مصطفی جان لیاقتش داشت، ما مصطفی جان استخدام کردیم. ما خو مصطفی جان هم میشناسم، میخواد اسناد چیزی نداره. اسناد چی میکنی؟ گپ از پیسه ساله. اسناد برو در بده. اسناد در یک روز جور میشه. دیگه این خودت نام خدا فهمیده آدم هستی. باز هم اگه ما کدام وقت دیگه کارمند کار داشتیم، این خو گپ فهمیدی؟ هیچ سوی تنه بر باز خودت دیگه. حال خداحافظتان برادر، از آمدنتان بسیار خوش شدیم. خواهش میکنم. رئیس سلام علیکم. خوب هستین؟ چال دار. بخیر هستین؟ صحت شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ رئیس بفرمایید بشینید. خوب هستین برادر؟ رئیس صاحب چال دارین؟ خوب هستین؟ رئیس صاحب مصطفی جان کارمند جدید ما تحت شرایطی که شما گفته بودین مصطفی جان میارای که ما مد نظر داشتیم. بله سر از فردا بخیر من کار خدا آغاز میکنم. بسیار خوب. رئیس صاحب چی رقم دفتر است؟ من اسنادای تکمیل از 2 سال تجربه کاری هم دارم، مرا استخدام نکردن. نفر که بده تو اسنادایت. برادر خودت مشکل داری؟ چی داری؟ خیر مدیر صاحب ما اسنادایشون چک میکنم. رئیس صاحب مصطفی جان قبلا ما تمام اسنادایشون چک کردیم، هیچ مشکل نیست. رئیس صاحب مصطفی جان برادر خودت چی مشکل داری حالا؟ مشکل ندارم برادر. مدیر صاحب مو اسنادای مصطفی جان هم بده. اسنادای مصطفی جان ما چک کردیم رئیس صاحب، مشکل نداره. خیر مدیر صاحب باش که برادرم هم دلش چی شوه که نه رئیس صاحب مشکل نیست. بده تو ما چک کنم. رئیس صاحب برادر ما مشکل داره، استخدام نشده، علامت جنگ داره. در کجا تو کار کردی؟ وظیفه اجرا کردی؟ خودت رئیس هستی اونو بخوان. بچه آرام باش. مدیر صاحب اسناد خود تقلبی است. رئیس صاحب مشکل نداره، اسناد ما چک کردیم. تو مدیر یک دفتر است تو اسناد اصلی و تقلبی را نمیفهمی. رئیس صاحب اسناد را اینا آوردن، من خود دیدم تمام اسنادشون صحیح بود. پول گرفتن، چی میگن؟ مدیر صاحب چی میگی؟ مدیر صاحب اینا دروغ میگن، از صبح که اینجا جنجال داره که مرچور در کار نگرفتین. خب بدر خاله اسناد دیدین شما مدیر صاحب یک 2-3 نفر دیگه هم شکایت کرده. مدیر صاحب ما چیزی نکردیم، فقط این اسنادش دیدم صحیح بود، ما قبول کردم. اخراج هستی مدیر صاحب با دوستتان. رئیس صاحب کارا نکنین. همچه اشخاص هست که افغانستان خراب کردین در دفاتر.
رشوت گیری میکنه. رئیس دیگه تکرار نمیشه. همچه اشخاص نمیخوایم در دفترم باشه. اخراج است. آخرین بار باشه دیگه تکرار نخواد شود. دیگه تکرار نمیکنم رئیس. نه خیر اخراج است.